Assalomu alaykum, afandingiz salomat, xona با سلام باشید. مادری من اکاشون چی بودن؟ قهرمانی جنگ بزرگ وطنی بودن. بعد پیش باشون تیر خوردگی آمدگی بودن از این جنگ سال 41 تا 45. بوغالتر ری خوندنی رفتند. مادری من در همون اسب دخر برادرشون به درس برده می آورده است. بله، خواهر اکا را درس برده می آورده است. یاردم میکرد است که سوار شدن دخر، یاردم میکردن فرآمدن با همراهیشون رفته می اومدن دخر در اسب هر گونه درس چی میگن بوغالتری 3 ماه میخوندن در سن وقت 4 ماه میبرن میارن. بعد همون تقایم بهش دیگن بوغالترش دیگه وقتی زوانی گرفتن گفتم شما گفت 40 چند سالگیشون همون تقایم رو کردگیان از بین بردگیان اترایت کردگیان زهر قطع کشتگیان بر تقایم رو با یک دختر همکی مادرم هم قهرمان جنگ بزرگ وطنی بودن. اون کس از زانویشون پاشون کالته شده آمده بودن. یک پاشون از زانویشون نبودن. دخترکی شوهر نکردگی در جنگ اشتراک کردگی از 41 تا 45 بعد آمده به شوهر کرده، خانه داری کرده، فرزند داشته بودن ولی نمیدونم زنده هستن نیستن. دختر امکی مادرم یعنی از عائله ما 2 نفر قهرمان جنگ بزرگ وطنی بودن. دختر امکشون از مادرم کلان و برادرشون تقایم عبدالسلام نام داشتن. بله، صالحبویف عبدالسلام محمدعلیویچ فامیلیشون بودن. برای که بابام صالحبوی نام داشتن، پدری محمد علی، پدری مادرم محمد علی بوی نام داشتن، باباشون صالحبوی. انامون صالحبویف عبدالسلام محمد علیویچ قهرمان جنگ بزرگ وطنی خدمت کرده بودن. برادر اکای مادر جانم. بله، این گونه یعنی در عائله ما 2 تا قهرمان داشتگیان. مادری من هم خیلی برادرشون بوده می آوردن. این گونه می دارمشون.